بیا تا بهت بگم چجوری با هزینه کم بری قشم. اول از همه یه بلیت قطار میگیری، نفری 800 تومن، تازه تو قطار کلی میزنی و میرقصی. رسیدی بندر عباس یه اسنپ میگیری به سمت اسکله حقانی، نفری 40 تومن میشه. بعد اونجا سوار اتوبوس دریایی میشی، هزینه‌اش میشه 150 تومن. رسیدی قشم یه هایلوکس میگیری به مقصد لافت. اونجا کلی اقامتگاه خوشگل است که ما یکی رو انتخاب کردیم که نزدیک لوکیشنمون باشه. شب اول ما رفتیم وسط جنگل هرات تو این دنج خوشگل. صبحش میری چاکو برای عکاسی، بعدش سوار این قایقا میشی میری سمت هنگام. رسیدی هنگام این سمبوسه‌هاش نگذره یا نگه بعد طعمش برد. از اونجا میری ساحل هنگام، یه دوری اونجا میزنی و فرداش از اسکله قشم میری سمت هرمز. هم میتونی این موتورا بگیری، هم میتونی از این توک توکا اجاره کنی که هزینه‌اش هر 3 ساعت 250 تومنه. از اونجا میتونی بری الهه نمک، دره رنگین کمان، دره مجسمه ها و ساحل زیبای سرخ و ساحل نقره‌ای. بعد گشت دادن تو بازارچه تو مسیر برگشتتون از ساحل لاک‌پشت